دوستان نازنین بازم خوش آمدین و نظر به مو پروسه که ما داریم آمدیم در خانه کسی که برشون کمک شده بود و ببینیم از نزدیک ببینیم که چطور است وضعیت مرغایشان و از خودشان پرسان بکنیم. امیدوارم که ما را حمله بکنین. هست کسی نمیفهم ما صاحب خانم است. سلام، خوب هستین؟ بخیر صحتمند جان جو خیریت است؟ خب دوستان بیاین ملبوس کی یا ما بازش کنم. او علامه یک خانه کلان مکمله برای زمین نمی چند جایی که رفتیم دوستان مگم بعضی کسا خوب است بعضی کسا از خانه نداره و بعضی کسا است که بر مرغ خانه جور کرده. خانه 6 متره را برشون مرغانچه جور کرده. خب چطور است وضعیت مرغایتان؟ ماشاءالله بسیار خوب صحتمند، فقط 1-4 دانه تلفات داشتیم دیگه ماشاءالله همش بیخی دیگه سرحال است. 4 دانش؟ بله. چطور است تو بغیر از اینکه دانه دیگه پا میتین دیگه خودت یگان چیز دیگه هم برش میتین؟ یگان گشت میرن و یگان سبزه و رشقه و این چیزا میخورن. بله. خب بسیار خوب. تو بیرون میکشن یگان؟ بله دولی که شما قبلا فیلم برداری کردیم اونجا میگردن. خب به خاطر یگان نوا تبدیلی روزی 1 ساعت 2 ساعت. ما چون در آغاز همیشه از دوستا پرسان میکنیم خودتان در فامیل چند نفر هستین و خودت چی کار میکنی و اگر بیکار هستی در میان مصروف هستی بالاخره چی پلان داری؟ خب ما در فامیل 6 نفر هستیم دیگه. خودم هم فارغ التحصیل حقوق هستم، فعلا بیکار هستم. بله یا دیگه دمی کار فارمداری و مرغداری همی کارا. خب بسیار خوب. حالا دیگه از وقتی که مرغا رسید دیگه مسئول فارمداری هستی؟ دیگه دقیقاً این همی ساعتم تیر است. امیالم دیگه جایی بودم که برشون دانه بیارم. خب بسیار خوب. بالاخره دیگه حال منتظر از همیست که بخیر یا سر تخم بیاد تا شود که یک چیز آی دیگه پا بر روزگار شود. والا منتظر همی هستیم. خب ممتای کافی نیست. خواهش مهمی است که کمک زیادتر شد به خاطر که 30 دانه مرغ 4 دانه شمس قربانی شد دیگه 26 دانه کفایت نمیکنه یک فامیله دیگه. یگان کمکای دیگه انتظار داریم. بیا خدا میره باز بنیاد خیری امید حیات همیشه کمک همکاری خود داشته به کسایی که واقعا نیازمند هستند و قسمی که شما همچنان دوستای عزیز میبینین در تصویر واقعا مرغای من خوب است. تو یگان دفعه از این مرغا کدام آزانی یا پا میتونه؟ والا هم یکیش آزان میداد که بیچاره فوت شد. اولا دبای نزد دیگه خلاصه نمونده دیگه؟ این نمی خراس است. خب یک دونه خلاص مونده؟ نه خراس زیاد است تقریبا. خاله فعلا خورد است معلوم نمیشه تا کلان شود. 1 ماه بعد 2 ماه بعد معلوم میشه ان شاء الله. خب بیا خدا میدواند دوستای عزیز و ما در هر جایی که کسایی که برای هموطنایی که بنیاد خیری امید حیات البته کمک همکاری کرده و می پروسه مرغ که بر کسایی که اهدا کردن در حدود 30 بر خانواده 30 دانه مرغ و خوشبختانه که در هر جایی که رفتیم بغیر از این خانواده که فعلا آمدیم که 4 دانه ازم تو خودش مرد یا از پیش پشک چیز برد چی رقم؟ والا 2 تاش خودش مرد 2 تای دیگه‌ش هم پشک. متوجه باش تو از خانه پشک اومده برده؟ خب نه آورده بودیم نشان اینام خورد بودن و قدر سکیوریتی هم جور نبود. خب بسیار خوب. خب سلامت باشی موفق باشی با امید که یک روز بخیر بیایم یه تخم وطنی خورده دیگه دیگه نه باز یک جای خوبتر. امیال تخم وطنی صدقتون برتون پیدا میخوره. سلامت باشین. پیدا میشه. بخیر باشین. خب دوستای عزیز در ادامه پروسه البته امین مرغ که ما توضیح کردیم طبق معمول ما هر روز میگردیم میبینیم به هموطنان ما که ما امی از طرف بنیاد خیری امید حیات کمی 30 دانه مرغ بر خانواده تقدیم کردیم. میبینیم و از خوشنودی هموطنان ما که خوش هستن واقعا اظهار رضایتی میکنن از بنیاد خیری امید حیات که واقعا یک کار براشان حداقل این نمیشده که دمی مصروف باشن و بالاخره پلانی که دارن در آینده از امی خانواده خود تحمیل بکنن. خب این بود برنامه‌ای که در این خانواده آمدیم و باز هم به تعقیب پروسی که ما داریم ما را همراهی بکنین. فعلا خدا نگهدار همتون، موفق کامگار باشین. باز هم هزار سپاس میکنم از شما دوستایی که ما را همراهی کردید. همچنین سابسکرایب میزنید گلای یادتان ما را حمایت بکنین تا باشه که برنامه خوب مفید تقدیم کنیم.